سلام خدمت همکاران محترم. یک دستگاه اسنک ساز داریم که مشتری آورده قطعه. این دستگاه معمولا بر اثر نوسانات برق یا هم خیلی مداوم توی برق باشه میسوزه و المنتش خیلی کم مشکل براش پیش میاد. یک ترموفیوز توی مسیر المنت داره که همون میسوزه، که توی اتوها هم هست، توی پلوپزا هست، توی بیشتر وسایلایی که المنت داره هست. حالا این دستگاه هم که دیگه خیلی راحت باز میشه. این پیچای 4 طرفشو باز کردیم. این قسمت پایینش خیلی یک چیز ساده ایه. المنت، این هم ترموفیوز که داخل وارنیشه. همین ترموفیوز رو شما عوض میکنید که با درجه های مختلفی داره. سعی کنید درجه خودشو تهیه کنید بذارین و مشکل حل میشه. خسته نباشید. ترموفیوز اینجاست. این ترموفیوز. خیلی ممنون از نگاه زیباتون که تا اینجا همراه ما بودید. کانال منو سابسکرایب داشته باشید و منتظر خیلی از ویدیوهای از این قبیله باشید که میخوایم برای شما بذاریم. حالا همکارمون ترموفیوزشو در میاره و به شما نشون میدیم که چه مدل ترموفیوزای تو هم این ترموفیوزا هستن. میرید یه دونه از این ترموفیوزا تهیه میکنید از معمولا الکتریکیا یا لوازمات قطعات الکترونیک. الکترونیک از این فیوزا دارن. اگر هم خواستید یک سره بکنید هم مشکلی پیش نمیاد. برای محافظت المنته. که المنت آسیب نبینه. اگر یک سره هم که نکردید یه دونه از همون ترموفیوزا تهیه کنید و وصل کنید بهش که دوباره نوسانات برق شد خود المنت نسوزه، آسیب نبینه یا نسوزه، فقط همین ترموفیوز میسوزه. حالا ما فقط به خاطری که ببینیم که المنت سالمه یک اکسره میکنیم، به برق میزنیم. المنت که سالم بود ترموفیوز تهیه میکنیم و سر جاش میذاریم و اسنک سازمون شروع به کار میکنه و مشکلی پیش نمیاد. خیلی ممنون از نگاهتون. تا ویدیو بعد، خدا یار و نگهدارتون.